سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. احمدی نژاد در بینشان نیست. به انتخابات پرزیدنتی ایران تنها 6 نامزد را یافت. یونیسف هر کودک سیم در تاجیکستان از کم غذایی عذاب میکشد. از وزارت کارهای داخلی رفتن داماد رحیمزاده و منصب بلندتر سیدزاده، 29 تعیینات کادری در وزارت کارهای داخلی. در رستاف 4 تاجیک یک تاجیک دیگر را با طلب 1 میلیون روبل گروگان گرفتند. پول بده که بچت میمیرد. قصه ساکن ورزاب را فریب دادن 2 زن جوگی از ازبکستان. و اکنون تفصیلات خبرها. 7 یونی سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان کادرهای به وظیفه‌های رهبری در وزارت کارهای داخلی و ساختارهای تابع آن تعیین شده را در روی صحبت به حضور پذیرفت. با امر پرزیدنت امامعلی رحمان، رهبر دستگاه وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گنرال مایور میلیتسیا حفیظزاده شادی خورشید از وظیفه آزاد و به وظیفه مشورتچی کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شد. شادی حفیظزاده تازه ماه فوریه سال 2024 از مقام سردار اوبا برکنار گردیده، ماه اپریل سردار دستگاه وزیر داخلی تعیین شد، ولی در این مقام همگی 2 ماه کار کرد. سبب کاملا از صف وزارت کارهای داخلی رفتن شادی حفیظزاده روشن نیست، ولی این را میتوانم چون ضعیفتر شدن مقام وزیر داخلی رمضان رحیمزاده ارزیابی کرد. قرار معلوم شادی حفیظزاده داماد رحمانقل رحیمزاده، معاون اول مدیر اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان و برادر کلانی رمضان رحیمزاده می باشد. در عین زمان شاروخ سیدزاده به وظیفه سردار ریاست کارهای داخلی پایتخت، یکی از مقام‌های کلیدی در ساختار وزارت داخلی تاجیکستان تعیین شد. شاروخ سیدزاده از دوستان نزدیک شهردار دوشنبه رستم امامعلی را یکی از نامزدهای احتمالی به مقام وزیر داخلی میشمارند و منصب نو گنرال 37 ساله را ناظران امور همچون قدم دیگر میشمارند که با تجربه رهبری و افزوده راهش را به سوی کرسی وزیر باز هم نزدیکتر میکند. به جای شاروخ سیدزاده به مقام سردار ریاست کوفتکوف جنایی وزارت کارهای داخلی برادزاده طاهر تعیین شد. برادزاده چندین سال سردار شعبه میلیسیای فرودگاه دوشنبه بود. روز 7 یونی سال 2024 امامعلی رحمان کادرهای نو تعیین شده را به کار و خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن و مردم، هوشیاری و زیرکی دائمی و حس بلند مسئولیت شناسی دعوت کرد و گفت دانستن زبان‌های خارجی با نظر داشت تهدیدهای زمان معاصر، استفاده از تکنولوژی‌های رقمی، تکمیل دانش و مهارت کسبی، آمادگی جسمانی، انتخاب و تعیین کادرهای دارای سویه دانش و ملکه بلند کسبی از وظیفه‌های اساسی هر رهبر واحدهای ساختار وزارت به حساب می رود. امامعلی رحمان همچنین از کادرهای نو خواست که با کروپسیا در تمام ساختارهای وزارت مبارزه به همان برند. شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران روز 9 یونی سال 2024 تنها 6 نامزد را برای اشتراک در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی روز 28 ایون اجازه داد. این انتخابات به دلیل روز 19 می سال جاری در نتیجه سقوط چرخبالش به هلاکت رسیدن رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی اعلان شده است. شورای نگهبان یک نهاد غیر منتخب ولی پرنفوذ در نظام جمهوری اسلامی روز 9 ایون نامزدهای 10 داوطلب دیگر از جمله سیاستمداران در ایران پرطرفدار چون رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد و رئیس سابق پارلمان علی لاجرانی را رد کرد و پیش روی اشتراک آنها را در کاردار انتخاباتی و آوازدهی روز 28 ایون بست. در عموم برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران حدود 80 نفر از جمله چند زن خود را همچون داوطلب پیشبری کرده بودند، ولی بجز از 6 نامزد تصدیق شده بیش از 70 تن باقی مانده مرحله تصدیق از جانب شورای نگهبان را گذاشتن نتوانستند. شورای نگهبان به این 6 نامزد که تنها یکیش اصلاح طلب، 4 تن دیگر اصولگرا و یکی آخر از جناهای روحانیان تندرو است، اجازه اشتراک در انتخابات پرزیدنتی را داد. رئیس 60 ساله مجلس شورای اسلامی، پارلمان ایران و شهردار سابق تهران
محمد باقر قولیبوف، مسعودی پزشکیان، وکیل پارلمان ایجنوهای اصلاح طلبان، سعدی جلیلی رهبر سابق هیئت ایران در مذاکرات برنامه هسته‌ایش با غرب و نماینده کنونی رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، شهردار کنونی تهران علیرضا زکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی وکیل پارلمان ایجنوهای محافظه‌کاران رئیسی و مصطفی پور محمدی سابق وزیر کشور و رهبر سابق قوه قضایی ایجنوهای تندروان، محمد باقر قولیبوف رئیس کنونی پارلمان و شهردار سابق تهران که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط زشت دارد، از جانب بسیاری‌ها همچون یک غالب احتمالی انتخابات در پیش ایستاده رقم زده می شود. شانس پیروزی او را پشتیبانی آیت الله خامنه‌ای بالاتر می برد. هفته گذشته خامنه‌ای البته نه به صورت آشکارا ولی پرده پوشانه از نامزدی قولیبوف پشتیبانی کرد. این در حالی است که قولیبوف در کارزارهای انتخاباتی سالهای 2005 و 2013 نیز تلاش کرده بود نامزدیش را به پرزیدنتی پیشبری کند، ولی از سوی شورای نگهبان رد شد. سال 2017 او نامزدیش را به خاطر حمایت از نامزدی ابراهیم رئیسی خودش پس گرفت. این به رئیسی آن دفعه کمک نکرد، زیرا او انتخابات را برای رئیس جمهور وقت ایران حسن روحانی باخت، ولی سال 2021 رئیسی توانست بالاخره در انتخابات غالب بیاید و رئیس جمهور شود. رئیس وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان و چند مقام دیگر رسمی روز 19 می سال 2024 در نتیجه سقوط چرخبالشان در یک کوهستان در نزدیکی مرز با آذربایجان وقتی سقوط کردند که آنها از مراسم افتتاح سربند قزقلسی در رود مرزی ارکس به تبریز برگشتند. در آن مراسم پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نیز اشتراک داشت. بر اساس نتیجه های تفتیشات مقدماتی و تشخیص های انجام شده، علت سقوط چرخبال پرزیدنت ایران عامل‌های فنی پیش از همه آب و هوای نامساعد از جمله تومان غوث بوده که آن روز محل صدمه را پیچانیده بود. به این ترتیب مقامات ایران فرضیه های صدور داده در مورد حمله از بیرون همچون سبب احتمال سقوط چرخبال را استثنا یا رد کردند. ایران با حدود 90 میلیون اهالیش یکی از کشورهای بزرگ مسلمانی و بزرگترین کشور فارسی زبان به شمار می رود. سال 1979 شاه ایران رضا پهلوی سرنگون کرده شده و قدرت را در این کشور روحانیان تندرو شیعه به دست خود گرفته به جای نظام شاهی جمهوری اسلامی تأسیس دادند. در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخابات الترناتیوی اجازه داده می شود، ولی نامزدها تنها بعد دریافت رضایت و اجازت شورای نگهبان به انتخابات راه داده می شوند. این شورا نفران پرنفوذ و از میان روحانیان شیعه را در بر می گیرد. جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان زیاد به دلیل برنامه هسته‌ایش همچون برای پایمال کردن حقوق انسان و دست داشتن در حمله های تروریستی تحت تحریمات بین المللی قرار دارد. یونیسف خزینه کودکان سازمان ملل در حسابات نوش که روز 6 یونیو سال 2024 تحت عنوان فقر غذای کودکان، کمبودی غذا در دوران خردسالی نشر شد و حدود 100 کشور جهان را در بر میگیرد. نوشته است که در تاجیکستان بیش از 431,000 کودک تا سن 5 ساله، یعنی هر کودک سیوم، در شرایط فقر شدید غذایی زندگی میکنند. خطر در آینده به عذاب لاغری، یک حالت برای حیات خطرناک کم غذایی دچار شدن چنین کودکان به حساب یونیسف 50% بیشتر است. برای مقایسه به حساب میانه در جهان تقریبا 4 کودکان از فقر شدید غذایی رنج میبرند. در قرقیزستان همسایه شماره چنین کودکان 12%، در ازبکستان 11% و در ترکمنستان مگی 4% را تشکیل میداده است. بنا به گزارش خزینه کودکان سازمان ملل در تاجیکستان 34% یا هر کودک سیوم تا سن 5 سالگی در شرایط فقر شدید غذا قرار دارد، یعنی از امکان استعمال غذای کامل و گوناگون برای رشد کامل در سن خردسالی و من بعد محروم می باشند. این نظر به نشان دهنده میانه جهانی بیشتر است. کودکانی که ازش گروه مشخص غذا تنها 2 نوش را استعمال می کنند طفلان گرفتار فقر غذایی شمرده می شوند. ایری دیویدی معاون نماینده یونیسف در تاجیکستان وضع کودکان خردسال تاجیک را نگران کننده نامید و خواستار اندیشیدن چاره‌های عاجل شد.
او از جمله گفت یگان کودک نباید از حق دریافت غذای کامل محروم شود، ولی عامل‌های به مثل نابرابری افزاینده، مناقشه، بحران اقلیم و بالا رفتن نرخ محصولات، یکجایی با فراوانی غذای ناسالم، شیوه‌های زیان‌آور بازاریابی برای محصولات غذایی و تجربه نادرست غذادهی به کودکان، قریب 5 میلیون کودک را در تاجیکستان در سن خردسالی به ورطه فقر شدید غذایی انداخته، احتمال دچار شدن آنها به شکل‌های برای حیات خطرناک کم غذایی دچار شدن این کودکان را بالا میبرد و رشد و انکشاف مغز و عقل این طفلان را زیر تهدید قرار میدهد. یونیسف در این راستا به اندیشیدن چاره‌های عاجل جهت تغییر دادن نظام غذا، تندرستی و حمایت اجتماعی دعوت میکند تا که به کودکان امکان دسترسی به غذای کامل و گوناگون رنگ تامین گردیده، آنها امکان رشد و انکشاف و تحصیل پوره را به دست بیارند. مؤلفان گزارش می نویسند هرچند کشورها از جمله تاجیکستان همچنان از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پاندمی کرونا ویروس رنج میبرند، عاقبت‌های نابرابری، مناقشه و بحران اقلیم به آن آورد که نرخ غذا و ارزش زندگی به سطح به طور بی‌سابقه بلند رسیده است. گفته می شود خانواده‌های زیاد امکان تامین کودکان خود با غذای کامل و گوناگون رنگ را ندارند. در بسیار کشورها به والدان غذاهای ارزان از حد زیاد کار کرده شده ناسالم را پیشنهاد میکنند و شماره به حد اضطراب‌آور زیاد کودکانی که در حالت فقر غذایی به سر میبرند مجبورند به جای غذای سالم و نیرومند چنین غذاهای ارزان و زیان‌آور را استعمال کنند. یونیسف به خاطر از بین بردن فقر غذایی کودکان از حکومت‌ها، سازمان‌های امدادرسان، جامعه شهروندی و تولید کنندگان غذا و نوشابه‌ها دعوت می‌کنند که به صورت عاجل دست به چنین اقدام‌ها بزنند. نظام غذایی باید چنان اصلاح کرده شود که غذای سالم و نیرومند و گوناگون و ارزان دسترس گردیده به غذای پسندیده کودکان خردسال تبدیل بیابند. نظام تندرستی برای پیشگیری و تبابت پیامدهای کم غذایی طفلان خردسال و مشورت دادن به والدان در مورد طرز نگاهبین و غذادهی استفاده شود. نهادهای حفظ اجتماعی برای حل مشکل فقر با کمک پرداخت یارانه‌ها با پول نقد، محصولات و واوچرها با در نظر داشت احتیاجات کودکان آسیب پذیر و عائله‌های نیازمند غذا و محصولات غذایی دست به کار شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. 4 زاده تاجیکستان در شهر رستاف لب دان در جنوب روسیه با اتهام ربودن یک هموطنشان و از او طلب کردن 1 میلیون روبل دستگیر شدند. در این باره روز 8 یونیو سال 2024 با استناد به مقامات حفظ حقوق این منطقه پایگاه خبری محلی رستوفسکای اوبلاست سیوادنیا و تسارگراد خبر دادند. خود بازداشت شدگان و جبردیده یا نزدیکان آنها برای شرح ماجرا دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این 4 زاده تاجیکستان سنشان از 31 تا 34 ساله در توقفگاه ماشینا در نزد گیپرمارکت مگنیت در کوچه لولیشنکای شهر رستوف با یک هموطن 28 سالش که در شرکت یاندکس تاکسی همچون راننده تاکسی کار میکرد حمله آورده او را لطوکوب کردند و سپس به ماشین بار کرده با خود بردند. طور بعداً معلوم شد گروگانگیران تاکسیران را با یک بنای بیهوده برده در آنجا لطوکوب و شکنجه دادند و برای آزادیش 1 میلیون روبل یا تقریباً 11200 دلار طلب کردند. شرکت کارفرمای راننده تاجیک درباره به طور پراسرار غیب زدن او به پلیس خبر داده است. به جستجوی او کارمندان پلیس و FSB پیوستند و در نتیجه یک عملیات مشترک با جلب امان راننده تاجیک آزاد و همه 4 گروگان بازداشت شدند. تسارگراد خبر داد که راننده تاجیک را روز 3 یونیو سال 2024 آزاد کردند. در جریان تفتیش معلوم شد که 2 تن از گروگانگیران علاقه شهروندی روسیه را به دست آورده همچون صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند، اما 2 نفر دیگر که شهروند تاجیکستان بودند در روسیه غیر قانونی قرار داشتند و هر کدام آنها به دلیل ویران کردن قاعده‌های مهاجرت 5000 روبلی جریمه بستند. به ضد دستگیر شدگان بر اساس قسم 2 ماده 126 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمربایی از طرف گروه شخصان پرونده جنایتی
نیز کشودند. بر اساس این بند قانون به این 4 زوده تاجیکستان همچون جزا از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات دیگر این قضیه دسترس نیست. این هم روشن نیست که چرا این زوده تاجیکستان برای بودن هموطن خود اقدام کرده چون این جنایت سنگین را صادر کردند. شهردار دوشنبه رستم موملی قرار را به امضا رساند که بر اساس آن تمام شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی در پایتخت تاجیکستان باید تا 1 سپتامبر سال 2025 پوره به نقلیات برقی یعنی به الکترومبیل گذارند. در قرار رئیس شهر دوشنبه چنین گفته شده است: جمعیت‌هایی که به خدمت رسانی نقلیاتی مسافرکشانی در شهر دوشنبه مشغولند در دایره کوتاهای مقرر گردیده برای پوره به نظام نقلیات برقی گذاشتن تا 1 سپتامبر سال 2025 4 اندیشی نمایند. همین طور از شعبه نقلیات شهرداری دوشنبه تقاضا شده است که در همراهی با مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمت رسان و شعبه شهری بازرسی دولتی اتومبیلی برای پوره به نظام برقی گذاشتن واسطه‌های نقلیات جمعیت‌های کرایه‌کش تاکسی مساعدت نمایند. این در حالی است که بنا به امور رسمی واردات ماشین‌های برقی در تاجیکستان سال تا سال می‌افزاید و سال 2023 تقریباً 1,500 ماشین برقی به جمهوری وارد کرده شد. برای مقایسه سال 2021 در تاجیکستان همگی 47 الکترومبیل و سال 2022 در عموم 767 ماشین برقی وارد کرده شده بود. وزارت نقلیات گفت من به جمهوری نیت دارد که حصه ماشین‌های برقی را تا 30% برساند. فعلا در تاجیکستان 666,000 ماشین رسما ثبت نام شده است که اکثر آنها با بنزین و دیزل و با گاز حرکت میکنند. حکومت تاجیکستان سال 2022 برنامه ویژه‌ای را با نام برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2028 قبول کرده بود که به رشد تکنولوژی‌های خدمت رسانی‌های ماشین‌های برقی نگرانیده شده است. مؤلف این برنامه میگوید در نتیجه تطبیق آن جای‌های نوی کاری پیدا شده وابستگی تاجیکستان از سوزشواری وارداتی کاهش می‌یابد. علاوه بر این گذاشتن به نقلیات برقی همچنین پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای که اساساً ماشین‌ها اخراج می‌کنند کم می‌شود. سال 2022 به کودکس انداز جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن وارد نقلیات برقی به کشور تا 10 سال آینده بدون باج گمرکی صورت گرفته. اینچنین ماشین‌های برقی از انداز و اکسیزها نیز آزاد کرده شدند. اما یک مشکل جدی مربوط به استفاده ماشین‌های برقی در تاجیکستان در حال حاضر این است که الکترومبیل‌ها بجز از دوشنبه و منطقه نزدیک اطراف آن در دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان تقریبا قابل استفاده نیستند، زیرا زیربنای آن از جمله نقطه‌های پر کردن نیروی برق برای چنین وسایل نقلیات در اکثر مناطق جمهوری قریب وجود ندارد و یا خیلی کمند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی ملیت حامی جامعه که روز 7 یونیو سال 2024 نشر شد از بازداشت 2 لولی زن از ولایت قشقدرای ازبکستان با اتهام مردم فریبی خبر داد. بنا به گزارش نشر شده زلاله سیف‌اللهی و سال 1994 و یلدوز بردی و سال 1992 ساکن ولایت قشقدرای ازبکستان با راه فریب به باوری 3 زن ساکن ولایت ورزاب در آمده با وعده گویا از بلای سر آنها و نزدیکانشان دور کردن خطر سیر و جادو پول و مال این شهروندان را تصرف کردند. از جمله این 2 لول زن سال 2023 برای طلبندگی به دهه هوشیاری نوعی ورزاب رفته و به وارد خانه یک زن 50 ساله دهه هوشیاری شده از او یک پیاله چای خواستند. وقتی صاحب خانه برای آوردن چای می رود با استفاده از حیله خاص در گوشه اولی آن زن جادوی از پیش تیار کردهشان را پنهان کردند و سپس آن زن را ترساندند که خانواده او را کسی جادو کرده است و اگر آن جادو را یافته نبرانند و نکشایند فرزندش خودکشی میکند. در نتیجه از سادگی آن زن سوء استفاده برده این 2 لول زن 23,000 سامانی پول نقد، 2 تلفن و آرایشات طلایی ساکن هوشیاری را از آن خود کردند. زلاله سیف‌اللهی و در این گزارش جریان بدام جادویشان افتادن زن ساکن دهه هوشیاری را چنین نقل کرد:
ما همین طرف ورزاب آمدیم، یک زنک در خانه‌اش در آمدیم، ما در چای داد سانه در همون گفتیم که خانت به بوی خون هستی، جادو هستی گفتیم سانه و گفت که گودکم میمرن گفتیم ما گودکم نمره همین چیزا یافته به تی گفته ماده سانه رفتیم زمینه کاواندیم آب چاش دادیم از دست ما پرتفتیم همون جادو ما سانه اگر همینه هوی نکنانه گودکم میمرن یک هفته وقت داره گفتیم سانه و گفت که حاضر هوی کم ایل گودکم نمره گفت سانه 23,000 سامان داد ما گرفتیم آمدیم. گفت که بچه تا میکشن گفت بچه خودش دار میکشه اینم یه هفته گفت یگان چی بیار گفت من بچه چی کنم گفت یا همون جادوره من مثلا بچه پیش قبل من دیگه در شاه غلط دیدم دیگه نمیدونم من چیکار کردم نکردم. دو تا تلفن گرفتن تلفن خود ما گرفتن تلفن ما شو ما گرفتن گوشوار ما گرفت چالا ما گرفت 23,000 سوم ما گرفت پول دختر چند بود من گفتم من ندارم سوم خی چی کاری کردم من میگم آخه زنک من پول ندارم بیار حاضی همت چی میشه بیار که حاضی میکفه. بعد تصرف پول و مول این زن ساکن ورزاب زلوله سیفولوی و یلدوز بیردی و ترک تاجیکستان کرده به زادگاهشان ولایت قشقدرای ازبکستان برگشتند ولی چند روز پیش طبق عادت ترک عادت امر محال برای ادامه شکار باز به نوع ورزاب آمده با استفاده از این اصول فریب و تهدید با جادو از یک ساکن دهه یک چشمه جماعت عینی نوست سامونی و جواهرات طلایی را تصرف کرده از یک زن دیگر ساکن نوع ورزاب نیز با بهانه برآوردن جادو 1230 سامونی 5000 روبل روسی گوشوار و 5 لباسوار و متاع زنانه را از آن خود کردند. وزارت کارهای داخله میگوید به احتمال غالب شماره ساکنانی که به دام فریب این دو لولیزن افتادند خیلی بیشتر از 3 نفر است. بازداشت این دو لولیزن در حالی است که ساختارهای وزارت کارهای داخله از ماه فوریه به این سو در سراسر تاجیکستان عملیات گسترده را به ضد آنهایی که به فالبینی، جادوگری و جادوبراری و داوخوانی مشغولند برای انداخته و تا امروز درباره بازداشت بیش از 200 نفر برای چنین کردار که مقامات آن را قلابی و مردم فریبی میشمارند گزارشان نشر کردند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.